سلام آرتیستا، حالتون چطوره؟ بریم برای آموزش 3 فیگور دیگه. مثل ویدیوی قبل اولین فیگور کاملا خطی طراحی میشه. چون این فیگور در حال راه رفتنه، پس پای عقب کمی کوتاه‌تر کشیده میشه. فیگور دوم به صورت حجمی طراحی میشه و از دایره و استوانه کمک میگیریم. روی فیگور سوم پوست قرار میگیره و کاملا شکل انسانی به خودش میگیره. و فیگور چهارم سایه داریم و کمی لباس طراحی میکنیم. مراحل طراحی لباس و سایه رو توی ویدیوهای آینده میبینیم. در این مدل طراحی که بهتون آموزش دادم شما میتونید مدل رو توی هر زاویه‌ای که هست طراحی کنید. اگر دستش بالاست، پاهاش بالاست، اگر در حالت پرسپکتیو قرار میگیره و اینکه میتونید مدلتون رو کوتاه و بلند کنید، میتونید اونو توپرتر و یا ظریفتر طراحی کنید. کشیدن فیگور از پشت هم مثل کشیدن فیگور از جلو هیچ تفاوت خاصی نداره. تنها تفاوتش اینه که ما خط کمر رو داریم، سینه دیده نمیشه ولی باسن دیده میشه.
ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی دارید داخل کامنت ازم بپرسید.